میدونستی کی اولین گوشی جهان رو ساخت؟ کی اولین گوشی تاشو رو ساخت؟ و کی اولین گوشی 5G رو در جهان ساخت؟ این داستان کوتاه یه برندیه که خیلی از اولین ها به نامش خورده. هلو موتو 20 جولای 1969 موتورولا برندی بود که برای اولین بار صدای ماه رو به زمین رسوند. سیستم رادیویی موتورولا در مأموریت آپولو 11 برای اولین بار در تاریخ بشریت صدای فضانورد نیل آرمسترانگ رو به زمین رسوند. اولین گوشی تجاری در جهان دیناتک 8000X ساخته دست موتورولا مخترع مارتین کوپر. ابعاد بزرگ و بعد ببین سنگینا.